салом алайкум довталабони азиз, давом метем таҳлили намунаҳои саволи маркази миллии тестира. Мо растем дар саволи 236 химия элемент. Савол чӣ мегӯяд? Суммаи коэффициентҳоро дар модилаи реаксияи химиявӣ муайян кунед. Яъне ҳамин реаксия овардагӣ суммаи коэффициенташро ҳисоб кунед. Ира просто так баробар кардан метавонед, ира метавонем бо усули баланс электронӣ баробар кунем. Усули баланс электронӣ гуфтан д элементро бояд бигирӣ ки дар ҷои гӯшаашон чӣ шуда бошад, тағйир ёфта бошад. Яъне ина магний зарядаш пеши реаксия 0 буд, яке баъди реаксия чанд шид? плюси 2 шид. Яъне ай магний зарядаш 0 то плюси 2 чанд электрон шид? 2 электрон аз даст дод. Даши нитроген бошад дар ҷои гӯшааш дар ҷои плюси 5 ай. بعد از ریاکسیا باشه پلوس چند میشه؟ بعد از ریاکسیا میویم در جای نیتروژن خیلی جا NO3 پلوس 5 تغییر نمییابد. ما تغییر افتادگیشو باید بیام در جا پلوس 1 یعنی نیتروژن انده دش اهمیت دارم جا داره انده ذره‌ش نه پلوس 1 باید نیتروژن چی باشم برابر باشه. اگر در جا بعد ریاکسیا دتا باشه باید در جا چند باشه 2 یعنی 2 کره 1 پلوس 2 2 کره 5 پلوس 10 ای پلوس 10 تا پلوس 2 چند الکترون فرق میکنه؟ 8 الکترون. فهمو؟ 8 الکترون. تمام. می‌نویسیم 2 8 اختصار میشن 2 و 8. بله 2 با 2 1 تا 8 با 2 4 تا جالیش میکنیم 4 و 1. تمام. 4 در پیش این مگنی می‌نویسیم با 4 در پیش این مگنی. فهمو؟ مگنی 4 تا شید برابر شد مگنی نوبت نیتروژن. اول جای زیاد برابر کنیم. نیتروژن در جای 1 میمونیم. نیتروژن خودش بعد ریاکسیا چند تا شید؟ 2 تا اینا 2 تا خاطینی 2 کاره با 4 باید بکنی کنه ایرا باید باید ضرب کنی یعنی نیتروژن خودش 2 تا با خاطی کوفیسیانت 4 خاطی 8 تا 8 جمع 2 10 تا یعنی پیش ریاکسیا 10 تا باید در پیش H3 10 میمونه. داشت نیتروژنش برابر شد نوبت گیدروژن پیش ریاکسیا 10 تا بعد ریاکسیا 2 تا ازن چند میمونه 5 کرده 10 گیدروژنش هم شد برابر همش ریاکسیا چی برابر اکسیژن گیدروژن نیتروژن مگنی همه چی برابر. انا که سومای کوفیسیانتش میگم ما که در سومات یعنی چند تا میشن اینا 4 جمع 10 14 میشه 14 جمع 4 18 18 جمع 1 19 19 جمع 5 24 یعنی در عموم 24 تا کوفیسیانت میشه. فهمو؟ سوال 237 هم رنگی همی کار میکنیم. نگاه کن از سین کمی ضربش 0 تا سین کمی ضربش پلوس 2 2 الکترون میشود. ای نیتروژن درجه گوشش پلوس 5 تا نیتروژن درجه اکسید شویش درجه NO3 حساب که NO3 تغییر افتادگی نیست در نیترات ها هم وقت پلوس 5 در امونی تغییر افتادگی امونی ده هم وقت نیتروژن مینوسی 3 امونی ده مینوسی 3 مینوس ای پلوس 5 تا مینوس 3 بود تنگوی ای پلوس 5 تا مینوسی 3 8 الکترون میشه مینوس اینجا پلوس نه 8 الکترون. فهمو؟ 2 8 جالیش میکنیم اختصار میکنیم 1 4 جالیش میکنیم 4 1 4 در پیش این روح میمونیم 4 4 در پیش این روح میمونیم 4 1 در پیش اول این نیتروژن میمونیم نیتروژنش حساب کنیم نیتروژن اینجا 2 تخریج داره 2 کره 4 میکنیم 8 8 جمع 2 تا دیگه 10 از چه میرسیم 10 نوبت گیدروژن 10 تا که پیش ریاکسیا که ما اونجا 4 تا دارم بعد ریاکسیا چند تا ریاکسیا 6 تا در جسم میمونیم 3 کرده 6 6 جمع 4 10 ریاکسیا چی برابر سومای کوفیسیانتش حساب میکنیم 10 جمع 4 14 14 جمع 4 18 18 جمع 1 19 19 جمع 3 22 یعنی جواب دوست وریانتی د. سوال 238 سومای کوفیسیانت‌ها را در مورد ریاکسیون شیمیایی معین کنید. ایش هم باید هم خختون رو بگیرن کار کنیم. مثلا من اصول بالانس می نویسم در جای خرم در جای 6 تغییر افتاده خرم پلوس 6 می نویسیم خرم 2 تایکو پلوس 6 تا خرم پلوس 3 باید برابر که ما شده جا دمونین 2 کره 6 پلوس 12 2 کره 3 پلوس 6 یعنی ای پلوس 12 تا پلوس 6 6 الکترون. نوبت خلور با تغییر افتاده مینوس 1 تا 0 خلور ذرهش مینوس 1 تا خلور 2 دش اهمیت خلور 0 2 تا خلور بعد جا کوفیسیانت دمونیم 2 کره 1 مینوس 2 ای تا 0 2 الکترون اختصار میشن 6 2 بله 6 2 اختصار میشه 6 تقسیم 2 3 2 تقسیم 2 1 جالیش میکنیم 1 و چند میشه 1 و 3 انا که 1 در پیش اون نیست در پیش خیلی ایش اختار میتونید چیکار کنید کار کنید سومای کوفیسیانتش چیکار کنید حساب کنید. سوال 339 کدام متل از محلول سراب کیسلوتا ها گیدروژن رو فشرده میبرورد. فهمو؟ یعنی فشرده میبرد معنیش چیه؟ یعنی مثلا یگان کیسلوتا رو بگیریم مثلا کیسلوتای خلوریدا کیسلوتای خلورید ما بگیریم قطعا هم یک از وارنتاش ما باید یک برام که جای گیدروژن بگیره. تا چه میفهمم که کدام جای گیدروژن میگیره؟ وارنت B S D نمیشه چی با؟ برای که ما اگر یه جمع H
اشخلور کنم همه یورا نه ای میره جایش گرفته میتونم نه ایش یگان تاییو در قطار شدت نگاه میکنه. قطار شدت سه در پایانش نگاه کن. قطار الکتروشیمیایی شدت متال های این الیمنت ها بعد از گیرگین جوگیره، یعنی جای گیرگین گرفته نمیتونن. انا روح باشد، روح از حسابی که پیش گیرگین جای گیره، یعنی روح جای گیرگین گرفته میتونه که در اینجا اسمش از سینکم خلور ده پلوس چی اش ده. فهمو؟ فشرده میبارون جای گیرگین گرفت پروردش. تمام. جای دوست وریانتی سال 140 کدام متال با کیسوت سرابی سولفات برعکس داخل میشه. یعنی نقره هم نمیشه چی برای که جای گیرگین گرفته نمیتونه. تیلا و میس هم نمیشه برای که جای گیرگین گرفته نمیتونه. آهن میشه فقط. نه آهنه ما اگر جمع کیسوت سولفاتی سراب کنم آهن میره جای گیرگین میگیره برای که پیش از گیرگین جای گیرش دیگه که در اینجا اسم میکنم فرم SO4 پلوس چی اش ده. فهمو؟ سال 141 کدام متال هم با کیسوتا و هم با اشقار برعکس داخل میشد. اینجا هم با کیسوتا و هم با اشقار فقط امفاترو برعکس داخل میشه. امفاتر بکن اینا آهن نمیتونه شده. آهن با کیسوتا میشه نه که با اشقار نه. میس نمیشه، کلسی نمیشه، یگانه چی میشه؟ روح. نمیشه روح هم میگیریم. پلوس چی میگیم؟ کیسلوتا یگان کیسوتا سولفات خلورید نیترات لوبویتش. سینکم خلور ده پلوس چی اش ده. با اشقار چی؟ با اشقار ما اگر سینکم پلوس یگان اشقار کنم از حسابی که سینکم متالی با نگویی که سینکم جای نتر گرفتن نتونه چی برای عکس کرده جای عکس جایگیری نمیگذاره از حسابی که روح انفوتره در اینجا هم قطعی که سوتر عکس میکنه هم قطعی چی اساس در اینجا نمک اس میکنه نتر ده کرب نتر ده سینکم او ده پلوس چی اش ده. فهمو؟ جواب دوست وارن چی وارنتی ا. سال 142 با مگنی کدام ماده ها برای عکس داخل میشه. با مگنی میگه مگنی حسابی که متال فعال یگان اکسیژن یگان چیزی فعالتر بکنه خاطر یک جای یگان متال بگیره مثال وارنتی اش یا نمیتونه اوکی نه مثال قطعی نتر خود عکس کردن نمیتونه یا قطعی مگنی اگر عکس گرم کنی خیلی میشه خیلی نمیشه از اون چه خلاصه. وارنتی ب جواب دوست وارنتی ب میشه چی باید مثال ما اگر مگنی را جمعی عاده کنم یک سمنزره کو سوزش که در اینجا اسمش چی مگنی آ اکسیدش اسمش و چی میگه و H2SO4 قطعی H2SO4 هم وارد عکس کرده بتونه مگنی از حسابی که جای گیرگین گرفته میتونه جای گیرگین گرفته میتونه عکس جایگیری میتونه کرده این در اینجا اسم میگه مگنی SO4 پلوس چی H2 فهمو مگنی SO4 پلوس H2 چه وارنتی هست نشه برای که مگنی قطعی آلومینی عکس کرده نمیتونه مگنی قطعی و کلسیم گیرگین قطعی رو عکس کرده نمیتونه. سال 143 با میس کدام ماده ها برای عکس داخل میشن. با میس با هم خیلی بکن میس قطعی کدام عکس کنه قطعی ا نمیتونه قطعی فرم نمیتونه عکس کنه وارنتی ب میشه جواب درست. نه کوپرم ما قطعی غیر متال قطعی خلورد ریاکس میبرم یا ریاکس میکنه کوپرم خلورد میشه و بعد جمع H2SO جمع H2SO ریاکس میکنه با شما میگن که همه جمع H2SO چه ریاکس میکنه کوپرم جای گرفته نمیتونه کو H2SO حسابی که کیسوت قویه اکسیژن قویه اینجا فرقش نداره که جای گیرگین میگیره کنی در جای H2SO کنس مثال بگیره اگر H2SO کنس اکسیژن قویه در اینجا اسمش اینجا ریاکس اکسید برخوش میذاره کوپرم NO3 د مراتب پلوسی کنس باشه NO2 بعد پلوسی چی H2O فهمو این در جای ریاکس جایگیری نمیگذاره که بگیم که جوشو نمیگیره. وارنتی ب چه وارنتی اس نشه برای که قطعی نتونش عکس نمیکنه قطعی مثال H2 یا که H فهمو قطعی و ریاکس کردن نمیتونه. سال 144 گیدروژن در نتیجه تاثیر کدام ماده ها حاصل کردن ممکن است. گیدروژن در نتیجه تاثیر کدام ماده وارنتی است سینکم جمع نتراش کنس میگه نتراش برزیاده در اینجا میگه یعنی بسیارای خیلی فهم درجه میتونیم که محلول شب بگیم مثال آب علاوه کنیم کمپلکسی واسه یا که چپراس به آ نمک میونه رو واسه کنیم درسته یعنی در اینجا اسم که نتر د سینکم او د پلوس چی H2 یعنی محلول شما واسه کنی کمپلکس هم واسه کنی گیرگین میبره نمک میونه رو واسه کنی گیرگین میبره یعنی در اینجا گیرگین واسه میشه. کوپرم جمع H خلور در اینجا کوپرم جای گیرگین گرفتن نمیتونه در ریاکس جایگیری نمیگذاره. فرم جمع H2SO سراب در اینجا چی واسه میکنم فرم NO3 چند مراتبه فرم NO3 سه مراتبه برای چی؟ برای که H2SO کنس H2SO سراب H2SO4 کنس یا اکسیژن قویه اگر قطعی آهن شما ریاکس برین یوره یا باید در جای ماکسیمالیش حاصل کنه یعنی آهن پلوس 2 پلوس رو که ماکسیمالی تا ماکسیمالی رو بالان میکنه تا پلوس چند بالان میکنه تا پلوس 3 فرم NO3 سه مراتبه پلوس NO برای که سرابای بعد چی H2O یعنی در جای دیگه خورشید نه. وارنتی د آلومین جمع H2SO4 کنس میگه میتونیم که در جای آلومینی DSO4
3 مراتبه حاصل کنی پلوس چی پلوس SO2 H2 هم میتونه یا که SO2 به صورت میشه SO2 پلوس چی H2O. جواب درست وریانت چی؟ وریانت A. در وریانت A فقط گیرگین حاصل شد. تمام. سوال 45 گیرگین رو در اینجا تاثیر کدام مود حاصل کنه ممکن است. این سوال نقره جمع اشخار ریاکسن نمیکنه. برای چی؟ برای که نقره جای گیرگین گرفتن نمیتونه. سینکوم جمع H2SO4 سراب. سینکوم جای گیرگین گرفتن میتونه که در اینجا سینکوم SO4 پلوس میشه H2. فهمم؟ H2SO4 سراب رنگ HNO3 سراب نیست. این اکسیژن قوی نیست رنگ همین HNO3 سراب داره این نیست این پروس ریاکس جوگیری میشه. فرون جمع ناتر و کنس میگه ایرم ریاکس نمیره و آلومینی جمع HNO3 کنس میگه میتونیم که چوز کنیم آلومینی NO3 سه مراتبه ایجاد ریاکس جوگیری نمیگذاره پلوس NO2 و پلوس چی H2O یعنی که میتونه رنگ متالای فعال ریاکسش بریم. فهمم؟ جواب درست وریانت چی؟ وریانت ب. سوال 36 گیدروژن رو در نتیجه تاثیر کدام ماده حاصل کردن ممکن است؟ اینم با همین سوال پرسیده. این درجه جواب درست وریانت اش یا نمیتونم برای که مگنیزیم HNO3 کنس میگه H2SO4 H2SO4 کنس اکسیژن قوی گفتم HNO3 کنس رو H2SO4ش H2SO4 فقط کنسش دوره یعنی مگنیز 4 اگر متال فعالش رو بگیریم یعنی جمع H2S پلس چی H2O. گیدروژن جمع اشخلور کنس ایجاد ریاکسن نمیکنه. سینکوم جمع HNO3 سراب سینکوم NO3 چند مرتبه میشه؟ 2 مرتبه پلوس NO با پلوس چی H2O در جا گیدروژن خود نشید. جواب درست وریانت د. فرم SO4 ما گفتم که در جا H2SO4 سراب پروس ریاکس جوگیری میکنه که فرم SO4 میشه پلوس چی H2. این جواب درست وریانت د. سوال 47 ماده که با آب کی با آب تنها در حالت بلند بر ریاکس داخل میشه یعنی با آب پروسه تگ ریاکس نکنیم مثلا متالای فعال ناتری کالی با آب پروسه تگ ریاکس میکنه در شرایط خونه نه که در حالت بلند تا یگان متال نسبتا کم فعال تر شه میکنه که غیر متال دیگه غیر متال نسبتا کم فعال تر باشه یعنی سو وریانت ا نمیتونه شه برای که نیتاگین خطی او ریاکس نمیره فهمو در حالت بلندم. استرانسی و خلور میگه یا در حرارت خونه با آب ریاکس داخل شده میتونه در حرارت بلند نه یعنی در وریانت در هم نمیتونه شده در جا وریانت درست وریانت اس میشه سینکوم و فرم حسابی که سینکوم هم اگر پلوس آب ریاکس برن ده متال بسیاریشون باید اکسید حاصل کنن قطعی آب وقتی که ریاکس بریم نمیشه سینکوم جمع آب کنن در جا میشه سینکوم آ سینکوم اش نه سینکوم آ متالای فعال است سینکوم متالای فعال میتونن ناتروش کالیوش حاصل کنن اینا میتونن کم یعنی سینکوم اش حاصل میشه. فرم جمع میکنیم اگر ما آهن تفسون بگیریم در جا آکالین حاصل میشه فرم CO4 یعنی مگنتیت پلوس چی H2. فهمم؟ یعنی جواب درست وریانت اس. و سوال 148 ماده که در حالت مقرره یعنی در شرایط مقرره گفته حرارت بلند نه خیلی پروستاگ ریاکس کنه متال فعال بکو غیر متال فعال بکو که در جای جواب درست وریانت ا نمیشه ب نمیشه حساب نقرش حساب وریانت اس نمیشه و وریانت د میشه جواب درست. باری ما اگر باری را پلوسی آب کنم در حرارت خونه در اینجا چوس میکنه باری OH 2 مرتبه پلوس چی H2 و لیت میگم ما اگر لیت را جمع آب کنم یا در شرایط مقرره با آب ریاکس میشه لیت OH پلوس چی H2. فهمم؟ جواب درست وریانت د. سوال 149 ماده که در حالت مقرره با آب ریاکس میشه با رنگ همین فعال بکو جواب درست وریانت چی میشه وریانت ب کالی و فتور خیلی کالی را پلوس آب رنگ هم بلندگیش مینویسی کالی OH پلوس چی H2 انا نه که فتور ما اگر در آب ریاکس برام بچه‌ها میگن ریاکس سوزش آب ریاکس چی سوزش آب در فتور میسوزد که در اینجا میشه H فتور پلوس چی O2 این ریاکس چی میگن بچه‌ها ریاکس سوزش آب یعنی آب در فتور میسوزد. فهمم؟ سوال 150 میگه آهن رو در نتیجه تاثیر کدام ماده حاصل کردن ممکن است آهن در نتیجه تاثیر کدام ماده حاصل کنیم یعنی نگاه که وریانت ا ما اگر ببینیم خلقی جای آهن گرفتن نمیتونه یعنی این ریاکس نمیگذره وریانت جواب درست وریانت ب میشه چی بس سیلیت رنگ برقرار کننده میره اکسیژنش هم میگیره در اینجا اسم میگن سیلیت CO2 پلوس چی آهن یعنی جواب درست وریانت چی وریانت ب. ما اگر فرم اس بزنیم فرم 2 جمع SO2 میشه فهمم رنگ پریم میشه خیلی وریانتش عکس نمیکنه در یگان وریانتش آهن اسم میشه غیر از وریانت چی وریانت ب. 151 آهن رو در نتیجه تاثیر کدام ماده ها حاصل کردن ممکن است اینم با رنگ همین سوال یعنی خلقی گفتیم جای گیرگین گرفتن نمیتونه وریانت ب عموما ریاکس نمیکنه وریانت اس
در اینجا اینم ریاکسیا کردن نمیشه وریانت چی میشه وریانت دی یعنی دی متال میره بگیم که اکسیژن اینجا میگیره یعنی منگان او حاصل میکنه پلوس چی آهن فهمید یعنی رنگی بگیم که ریاکسیا جوگیری بگیم یعنی در اینجا جواب درست وریانت چی میشه وریانت دی سوال 152 آهن رو در اینجا تاثیر کدام ماده واسه کار ممکن است با رنگ همی آهن در کدامش میگاس میشه وریانت ا ریاکسیا نمیکنه وریانت برم وریانت به درجه نمیشه و وریانت اس پلومونه به جای آهن گرفتن نمیتونه گفتنیم یعنی وریانت اس سوزش پریت سوزش پریت چیست میکنه سوزش پریت فرم د او سه پلوس چی اس او د اینجا دم نشید جواب درست وریانت میشه وریانت دی ما اگر فسفر جمع فرم اکنم در اینجا حاصل میشه پد او 5 یعنی فسفر میره اکسیژنش میگیره پلوس چی آهن یعنی در اینجا چی شد آهن وریانت د فهمو سوال 153 کدام ماده با خروم اوسه برعکس داخل میشه شما باید خاصیت شیمیایی خروم اوسه بدونید خروم اوسه این خاصیت کیسلوتگی داره یعنی اکسید کیسلوتگی بچو متالا که در جای شما پلوس 6 پلوس 7 یا اکسید کیسلوتگی با چی ریاکس داخل میشن با اساس یعنی با نمک هم نه با کیسلوت هم نه با اکسید کیسلوتگی هم نه با اساس ریاکس داخل میشن یعنی برای واش دو مرتبه جا باش خروم اوسه با خونده که صورت دیخرومات یا خرومات دوست میکنه یعنی در اینجا میتونه اوسه کرده برای خروم او 4 پلوس چی اش د او این جواب درست وریانت ب فهمو 154 اکسید فسفر 5 ولنته با کدام ماده برعکس داخل شده میتونه اکسید فسفر 5 ولنته نه چیه پد او 5 با کدام ماده اینم باید بدونی که اکسید چه اکسید کیسلوتگی با چی ریاکس داخل میشه با اساس وقتی ما پد او 5 با کلی او 8 برزو ریاکس میبریم در اینجا حاصل میشه کلی 3 پو 4 کلی 3 پو 4 پلوس چی اش د او فهمو فسفات کلی سوال 155 کدام ماده ها با اکسید کربن 4 ولنته تاثیر میکنند با اکسید کربن 4 ولنته یعنی اکسید کربن 4 ولنته چه CO2 انا در اینجا دتگی ماده داده یعنی دتا اساس بکو فهمو CO2 حساب که اکسید کیسلوتگی تو باید چی بکوی دتا اساس جواب درست وریانت چی میشه وریانت ا چه وریانت ب نشه برای که اکسید کیسلوتگی NO5 چه وریانت اس نشه برای که ایش مثال نمکش اکسید امفوتری میو ریاکس رفتنشون قینده وریانت در نشه جواب درست وریانت ا یعنی پلوس چی میکنیم کلسی او وقتی کلسی او را خط CO2 ریاکس میبریم در اینجا اسم میکنه چی کربنات کلسی یعنی کلسی CO3 و کلی او اش گفته گه CO2 را پلوس چی میکنیم کلی او اش که در اینجا چی اسم میکنه یا میتونیم که گیده کربنات رو اسم کنیم که کربنات کلی پلوس چی اش د او فهمو این جواب درست وریانت چی وریانت ی شما می سه سوال از روی اکسیدهای را گرفتن که اکسیدهاشون خاصیتشون خاصیت کیسلوتگی ان وقتی که اکسید کیسلوتگی دارن اساس بکو یعنی که وقتی که اساس دادن تا کیسلوته بکو امفوتر باشه قطعی هر دوش ریاکس میکنن فهمو این سوال چند بود 155 تشکر با دقتتون دوام ویدیو را انتظار باشید